علی یک بچه دگام داره مادر. هر قدر کوشش کنی جدا بسازیشان دور بسازیشان بازم پدرش هست دیگه. خداوند هیچ پدر از سر اولادش کم نکنه. من ای قسم نمیمارم دیگو. تو طرف مسایی فایر کو. چطور؟ نفهمیدم. یعنی میگم که تو چی وقت سر من اعتماد خواد کردی ها؟ رئیس دا پیشوری شفاخانه نفرای ما هستن، پیشوری خانه علی هم نفرای ما هستن، اما کاتیش یک خانواده است. زن سابقش هم دا شفاخانه است. رئیس پیلوت بیادر تو چرا سرت همیشه قسم میکنی؟ نه که گردن درد میکنن. چی؟ بایگان کوکسال نه که دیوانه شدی چی میکنی؟ به گرفتن دوا اومدی؟ نه که دوای ضد حاملگی میخوایی؟ نه، من به خاطر پیلوت جگر خون شدم. از اینجا تیر می شدم گفتم یک بار تو را ببینم، شاید به کمک ضرورت داشته باشی. نفهمیدم. از خاطر چی جگر خون شدی؟ از وظیفه اخراج شدنی. از وظیفه اخراج شدن؟ گپ ناق نزن. تو یک چیز نیست. آی خدای من، به نظرم نباید میگفتم. واقعا معذرت میخوایم. فکر میکنم از تو پد کده. تعقیبشان کنین، بچه‌ش گرفته پیش ما بیارین. به اون مرگ آسان نمیتون، باید هر روز بمونه. درست است بیادر. ما با عشق ما کل موانع را از بین میبریم. کسی نیست که در رابطه ما مداخله کنه و کسی نیست که مانع دیدن ما شود. جان بله، حق به جانب هستی. حالا دیگه شد کو. چیگه پس های شما کی هستین؟ اینجا کاروان سرای نیست؟ بیا که کده تو هم معرفی شوه. ایلا کن زود باشین ببرین. بچه ما است، قدم بان آیسته آیسته. درست است.